13 شما مالکیت اعیان را اخذ میکنید. ما به ملک هایی که هیچ مشکل نداره کاری نداریم. وارد اداره ثبت میشویم. اداره ثبت اول دفتری داشته به نام دفتر شرعیات. قبل از اداره ثبت هر نوع معامله‌ای در دفتر شرعیات ثبت می شده است. این دفتر در حوزه علمیه های استانها بایگانی است. هستش، وجود دارد. شهر اردکان چاپش کرده. تشکیلات اداره ثبت همراه با اظهارنامه ثبتی دفتری دارد به نام دفتر توزیع اظهارنامه ثبتی. چی می نوشتن تو این دفتر؟ توصیف اجمالی ملک، توصیف از شخصی که اومده اظهارنامه ثبتی اخذ کرده. یعنی شما بزرگان ریشه هر ملکی را باید از دفتر توزیع اظهارنامه اداره ثبت شروع کنید. دومین دفتر دفتر موقوفات. ماده 4 قانون ثبت رو دارم براتون میگم. دفتر ابتدایی دفتر موقوفاته. هر جایی که موقوف است علاوه بر دفتر توزیع اظهارنامه در دفتر ثبت موقوفات هم ثبت می شود. این دو تا دفتر. دفتر سوم دفتر ثبت قنواته. 2 نسخه است. یکی میره مرکز، یکی استان میمونه. دفتر ثبت قنوات. ممکنه یه قنات هم تو دفتر املاک ثبت بشه، هم تو دفتر اوقاف ثبت بشه، قنات موقوفه باشه، هم تو دفتر ثبت قنوات. دفتر ابتدایی 4 دفتر مجهول المالکه. شخص وقتی اومد اظهارنامه بگیره برنگشته، این شخص را با ملک تعرفه میکنن در دفتر مجهول المالک و هر 31 فروردین و 30 شهریور آگهی منتشر میکردن. هر ثبتی که قبل از 1337 عمومی انجام شده باشد یک نسخه آن در روزنامه رسمی کشور موجود است. یعنی ماده 11 قانون ثبت اول 3 آگهی بوده. آگهی اول هم روزنامه رسمی هم روزنامه کثیرالانتشار موجود هست. 1337 کردنش 2 آگهی به فاصله 1 ماه و دیگه دفتر روزنامه رسمی برداشتن. ولی اگه میخواد ریشه‌ای پیدا کنید، چون خیلی از املاک قبل از 1337 من املاک بوشهر رو دیدم، املاک 22 منطقه تهران که موقع 12 منطقه بود، عدلاجان، شرق، بازار، میتونید پیداش کنید. چند تا دفتر رو گفتم بزرگان من؟ دفتر توزیع اظهارنامه، چهار تا درسته؟ باریکلا. دفتر بعدی دفتر ثبت اظهارنامه، یعنی تمام چیزی که در اظهارنامه ثبتی می آید، کل این به خاطری که جعل نشه، از بین نره، در دفتر ثبت اظهارنامه موجود است در نزد رئیس ثبت. دفتر 6 که بسیار برای ما وکلا و محققین ثبت حیاتیه، دفتر اندیکاتوره. چون هر کاری نماینده ثبت و رئیس ثبت انجام داده شده باشد
باید اون سال در دفتر اندیکاتور صورت جلسه و ثبت شده باشد، شماره خورده باشه. چون برای ثبت باید پول پرداخت می شده، قیمت پرداخت می شده. ثبت خیلی ریزه و خیلی شیرینه. شما بزرگان که میخواید ملک یاد بگیرید و 60% پرونده های ایران ملکه، اول باید به علم ثبت املاک مجهز بشید. دوم انواع اراضی، سوم طرحهای شهری. جالبه قدیمی ترین شهر بعد از همدان سنندجه که طرح شهری داشته. 1336 و 1337 طرح آلتون برای سنندج قبل از طرح گیبس برای شیرازه. شیراز 1337 قبل از طرح کوکس برای اصفهانه. اینقدر قدمت داره توی طرحهای شهری که 1310 میدان شیش خیابونی همدان احداث میشه. آقای کارل فریش شهرساز آلمانی و بعد میاد طرح آلتون برای سنندج اجرا میشه. طرحهای شهری و طرحهای توسعه رو کجا میتونید پیدا کنید؟ مصوبه طرحهای محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، ملی 2/10/1378 که مهمترینش طرحهای تفصیلی و جامع است. شما رو ملک باید تصرف داشته باشی، اظهارنامه ثبتی رو پر میکنی. نوشته اظهارنامه ثبتی، اسم نماینده توزیع اظهارنامه، چه تاریخی به شما داده، چه نمره‌ای دارد، نام پدر، نام خانوادگی و تابعیت مالک. چرا تابعیت مالک عزیزان؟ احسن. 16/3/1310 سلب مالکیت شد از اتباع خارجه در اراضی کشاورزی و خیلی از املاک ما، چون شمال دست روس‌ها بود، جنوب دست انگلیسی‌ها. نقطه عطفی 16/3 که آقا بیگانه برو، من ملکمو بهت نمیدم. اهمیتش کجاست؟ اهمیتش وقتی فلسطین فروخته شد میفهمیم. یهودی‌ها خریدنش، ولی به ملک هایی که وجود داره تو دست ایرانی هاست، دست خارجی ها نیست. دختر سفیر سوئیس در پلاک 116 خیلی ملک طبق ماده 22 سند خورده بود. من گفتم اینجا متصرف اعیانی میتونه این اسناد رو باطل کنه، چون ایشون حق نداشتن براش سند صادر کنن. سلب مالکیته. به این قانون ها باید دقت کنیم. بزرگان من، ما 2 تا تصرف داریم. یک تصرف مادی که من این دستگاه را در یدم دارم، در تصرفم دارم. من این ملک را در تصرف دارم. با اینو هممون مفهومشو میدونیم. تصرف معنوی چی؟ تصرف معنوی را مرحوم دکتر لنگرودی عزیز بحث کرد. پدر بزرگ من اظهارنامه ثبتی میدهد، تصرف داشته، وسط کار ثبت فوت میکند. اینجا دیگه نمیان به ورثه که اهلیش پدر منه بگن آقا کو تصرفه. به همون استناد تصرف مادی پدر بزرگ پرونده رو ادامه میدهن. پس ما تصرف معنوی داریم. یک مصداقش ارثه،
یک مصداق دیگهش اراضی حریم روستاست. اهالی روستا نسبت به اراضی حریم روستا تصرف معنوی دارند. مرتع حریم اصل 45 قانون اساسی ربطی به منابع طبیعی نداره. درسته دکتر صحرایان عزیز؟ آره. متعلق به روستایی هاست. یعنی شما بزرگان برای هر روستایی که در کردستان وجود داره میتونید برید کمیسیون تعیین حریم و اراضی حریم روستا که متعلق به اهالی روستاست مشخصش کنید. این کمیسیون تعیین حریم روستاست تو منابع طبیعیه. پس ما تصرف معنوی هم به دست آوردیم. منی که 1311 قانون ثبت اجرا می شود به من اظهارنامه دادن. بعدی که اظهارنامه ثبتی رو دادن من پرش کردم، مأمور ثبت و نقش بردار میان رو ملک ماده 22 آیین ثبت میگه شرح حقوق عینی که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوق، همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد. پس اگه شما دعوای حریم داشته باشید باید به اظهارنامه ثبتی و پرونده ثبتی مراجعه کنید. اگر اظهارنامه ثبتی ناقص باشد 2 تا امضا داره، امضا نماینده و مستدعی ثبت. آیا طبق رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت 391 و 392 12/6/1342 این اظهارنامه را باید باطل کرد یا نه میتوان مراحل ثبت را ادامه داد؟ میگه اگر رئیس ثبت صرفاً امضا نکرده باشد دوباره باید رئیس ثبت بیاید و عملیات تهدید حدود را تجدید کنند و اظهارنامه تکمیل بشه که مراحلش ادامه پیدا کنن. اینو تو بخشنامه هاشون دارن، توی قانون و آیین هاشون نیست. ما بخشنامه های ثبتی رو 1401 تو چتر دانش تدریس کردیم. در ثبت الان مالکیت عرصه ثبت میشه، مالکیت اعیان ثبت میشود، حق حریم و حقوق ارتفاقی ماده 23 قانون ثبت گواهی برایش صادر می شود. ماده 115 آیین‌نامه، چون خیلی احتیاجتون میشه که بگید در ملک دیگری ما حق ناودان داریم، حقوق دیگه داریم. ماده 112 آیین‌نامه برای حقوق ارتفاقی که برای شخص در سند مالکیت غیر قید شده است صاحبان حقوق می توانند طبق ماده 124 125 قانون ثبت گواهی نامه بگیرند. پس گواهی نامه رو میتونید بگیرید. بعضی جاها گواهی مالکیت به جای سند به شما میدن. ما گواهی مالکیت نداریم، اون میخواد از سر خودش واکنه. میگه ملک بیع شرط اگه باشد، این بیع شرط تو شمال کشور بیشتر زیاده. اگه تو اظهارنامه ثبتی آمده باشد عزیزان، بیع شرط در ماده 33 34 35 36 37 38 و 39 ثبت مملک نیست. ما یه بیع شرط در کشت موقت داریم 8865 که میگه آقا تو بیع شرط من این زمین رو دادم شما کشت کنی،
12 قسط پرداخت میکنید، من برای سند صادر میکنم. یه بیع شرط تو قانون مدنی داریم، یه بیع شرط تو قانون ثبت داریم. شما اگر کسی اومد اظهارنامه‌ش رو به شما داد، رعایت کردید بیع شرط دارد، شما میتوانید با واریز آن مبلغ بیع شرط رو از داخل اظهارنامه و سندتون بردارید. به عنوان معاملات استردادی. معاملات استردادی مملک نیست. آقای دکتر عیسی امینی عزیز یک سخنرانی 2 ساعته در این خصوص داره، میتونید توی تلگرام پیدا کنید. پس هنوز ما به دفتر املاک نرسیدیم. بعد از ماده 11 ثبت میشه ماده 14 صورت جلسه تهدید حدود. این صورت جلسه تهدید حدود نماینده ثبت میاد سر محل، صورت مجلس تهدید حدود، شماره تقاضا، تعیین حدود، شماره پلاک. پس هر ملکی دارای پلاک اصلی و پلاک فرعی می باشد که به نام فلانی در جریان ثبت می باشد، آگهی های نوبتی، همچنین آگهی تهدید حدود عین عبارت آگهی ها نوشته میشه و مساحت ملک ذکر میشه. 4 جانبه ملک شمال شرق غرب، حقوق ارتفاقی مجاورین در صورت جلسه تهدید حدود میاد. صورت جلسه تهدید حدود از روزی که تنظیم می شود 30 روز قابلیت اعتراض را دارد. اگر اعتراض نشد میاد برگه صادر می شود به نام برگ استخراج پیشنویس سند مالکیت، تاریخ ثبت ملک، تابعیت، شرح احوال ملک، محل، حدود، مشخصات، موقعیت، حقوق ارتفاقی صاحبان آن. به این میگن برگ مستخرجه. خیلی وقتا این برگ مستخرجه سواله بعد از تهدید حدود برگ مستخرجه. بعد برگ مستخرجه یه دفاتری بوده 1 متر در 60 سانت که الان الکترونیک شده به نام دفتر املاک. ماده 103 آیین‌نامه ثبت شرح دفتر املاک رو میگه چون خیلی مهمه. پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت که همین هم سوال بود، مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در دفتر املاک ثبت نموده، به نمونه امضای مدیر ثبت 1 شماره ملک در دفتر املاک. چه شماره این ملک دارد؟ پس تا زمانی که ملک در دفتر املاک ثبت نشده چه مختصاتی ما داریم؟ پلاک اصلی، پلاک فرعی. در دفتر املاک 3 خصیصه اضافه می شود. شماره دفتر املاک، چه جلدی هست؟ جلد چنده؟ 1 2 3 4. شماره ثبتش چه تاریخی ثبت شده است؟ تاریخ ثبت ملک 4 مهر ماه 1346. نام و نام خانوادگی مالک، اینجا شد دیگه مالک. تمام عملیات ها انجام شده. شرح احوال ملک، محل، حدود، مشخصات، میزان اجاره، حقوق ارتفاقی و صاحبان آن، حقوق دولتی که واریز شده، ثبت دفاتر اسناد رسمی شده، ملاحظات. پس اینم دفتر املاک. ماده 103 آیین‌نامه ثبت شماره ملک، تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک، نام خانوادگی، شماره شناسنامه محل صدور آن، تابعیت مالک، نوع و مشخصات ملک و محل وقوع اجرا و متعلقات آن. پس عزیزم علاوه بر بند 3 اظهارنامه ثبتی که نوعیت ملک آورده میشد،
بند 4 ماده 103 آیین‌نامه در دفتر املاک نوعیت ملک درج می شود. اگر نوعیت ملک درج نشه یکی از ایرادهای مؤثر ثبتیه که عملیات ثبت رو باطل میکنه. پس ایراد آگهی نوبتی و ایراد آگهی تهدید حدود در بند 4 هر دوتاشون نوعیت اگه ذکر نشده باشه از ایرادات مؤثره. یعنی 6 نقطه نوعیت ملک در اداره ثبت درج می شود. میگه ما درجش میکنیم نوعیت رو، ما تعیینش نمی کنیم، ما درجش میکنیم. این خیلی توی پرونده ها نباید آقای کارشناسا از روی سر ما جا دارن، ولی نباید از ما سوادشون بالاتر باشه. نباید بگن یه وکیل ثبت بلد نیست، این ننگه برای وکیل. من دیدم تمام استادای ثبت میان میگن وکلا ثبت بلد نیستن. ثبت رو باید یاد بگیرید، حق شماست یاد بگیرید. ثبت مال وکلاست، ارث وکلاست. شما باید کارشناس را راهنمایی کنید. شما شاه پرونده اید، فعال، محکم. وقتی با سواد باشی کارشناس ایست اطاعت میکند، قاضی اطاعت میکند. آقا من نوعیت ملک رو بلدم، مرتع ماده 64 مرتع ماده 64 دیگه نمیتونه هیئت 7 نفر مبادش کنه چون نوعیتش مرتعه. این شد ثبت اصلی، یعنی ثبتی که در قانون ثبت وجود دارد. 1331 قانونگذار به زمین داره حساس میشه، جمعیت از 14 میلیون بالاتر رفته. اول اراضی مواد اطراف تهران را 28/5/1331 ثبت میکند. عزیزان سوال آزاده ها، هیچ مانعی برای سوال نیست. من ساعتی و دقیقه و ثانیه نیستم. هر لحظه‌ای که سوال برات ایجاد شد من پاسخ میدم. پس عزیزان من، بزرگان من، عزیزان کردستان، میان میگن ما 2 نوع مواد داریم، مواد داخل محدوده، مواد خارج از محدوده. نه عزیزان، ما بالای 10 نوع اراضی مواد داریم، ولی 3 نوعش الان تعیین میشه، بقیهش شده، ولی ما باید بلدش باشیم تو دفاعیاتمون. مواد 8/6/1335 اراضی دولتی، موقوفه، شهرداری، بانک ها. هیئتی درست شد برای بار اول که اومد گفت آقا همین سند ماده 22-24 رو هر که زمین مواد سند گرفته، من هیئت که دیوان عالی کشور، رئیس دادگستری استان، سنداشون رو برای اولین بار باطل کرد، مثل آقای داوود معنوی. بار دوم ماده 17 قانون تقسیم و فروش 23/1347. اینجا برای اولین بار یک هیئت 3 نفره تشخیص ایجاد شد. گفت تا 30 کیلومتر اراضی داخل محدوده شهره، بیرون 30 کیلومتر میشه خارج از محدوده. وزارت تعاون و روستا خارج از محدوده رو ثبت میکنه. داخل محدوده وزارت آبادانی و مسکن که 26/12/1346 قانونش هست، اولین بار. پس این شد 2 تا مواد. مواد سوم قانون الحاق، تبصره الحاقی به ماده 9 آیین‌نامه ثبت.
یعنی ماده 9 آیین‌نامه هم اراضی از قلم افتاده است، هم اراضی مواد که به اینا گفتن اراضی اظهارنامه جمعی. آقای احمد زرینه رئیس سازمان ثبت بود. دستورالعمل مربوط به تبصره الحاقی به ماده 9 آیین‌نامه قانون ثبت املاک به اداره کل ثبت منطقه. اینجا دولت دیگه وارد کارزار شده و میخواد اراضی رو از مردم بگیره. وسعت ایران چقدر عزیزان؟ چقدر؟ احسن 1,648,195 کیلومتر مربع. احسن. بله به خاطر جزایر و یه مقدار که دریاچه ارومیه خشک شده به زمین تبدیل شده، بله یه چند هکتار عوض شده. ولی یکی اینکه وقتی که حضرت آقا دارن چیزو میگه، مقدارشو میگه، واقعا باید تشویقش کنید. قبول دارید؟ یه دست محکم برسید. من وقتی که میبینم بچه ها انقدر علاقه و یعنی انرژیم 100 برابر میشه، کیف میکنم، میبینم هممون تو درس هستیم. به منظور حفظ و صیانت اراضی مواد و بایر بلامالک مسئول ماندن از تجاوز اشخاص که قانونا در مالکیت دولت است، لازم است با توجه به این دستورالعمل در اجرای مفهوم مقررات قانون ثبت اراضی مواد تبصره الحاقی مذکور نسبت به تنظیم اظهارنامه و قبول درخواست ثبت اراضی مزبور با تعیین یک شماره پلاک اصلی از آخرین شماره پلاک اصلی هر بخش، یعنی کل شهر سنندج، گفت آخرین پلاک اصلیشو بذاری برای اراضی مواد و بایر بلامالک. اظهارنامه جمعی. گفت رئیس مدیر کل ثبت کردستان اظهارنامه ثبتیشو پر کن بیار برا من احمد زرینر که من امضا کنم سند اراضی مواد را صادر کنم. میلیون ها هکتار زمین رفت به عنوان اراضی مواد برای دولت. در ملی شدن هم 2/3 ایران 90 میلیون هکتار مرتع رفت برای دولت. یعنی نگاه میکنیم آخر کلاس میبینیم مردم چند میلیون هکتار در یدشون هست که انقدر دعوا ایجاد شده برای چقدر زمینه. این شد 3مین مواد. به این مواد میگه اظهارنامه جمعی. الان قانون زمین شهری در ماده 19 آیین‌نامه که بندهای مختلف داره، بند 13 و بند 19 میاد میگه اراضی مواد اظهارنامه جمعی رو ما قبول داریم. 1-2 تا ایراد این اظهارنامه جمعی داره. یکی، چرا اظهارنامه ثبتی کردستان باید بره تهران؟ این ایراد صلاحیت محلیش داره. ایراد 2، در لغو مالکیت اراضی مواد شهری اومد گفت تاریخ احیاء مواد شهری 5/4/58، یعنی اظهارنامه جمعی را نسخ کرد. تو دفاعیاتون توجه کنید، ما چند تا تاریخ تو اراضی داریم که اینا باید فقط به ذهن باش کار بشه. 27/10/41 ملی شدن، 19/10/40 اولین مرحله اصلاحات ارضی، 5/4/58 اراضی مواد داخل شهر، 30/9/65 اراضی مواد خارج از محدوده شهر. و یه تاریخ که الان دوباره اداره حقوقی دادگستری
و نظریه 5908 23/1/1373 شورای نگهبان میگه تاریخ احیا 16/12/65 است. دوباره هم بهش استناد کردن، یعنی 1 ماه پیش بهش استناد کردن. میگم ما قبل از 65 به مردممون نگفتیم به این اراضی تجاوز نکنن. پس ما سن و مواد مستند قبل از انقلاب داشتیم که گفتیمش، اومدیم بعد از انقلاب. اراضی مواد لغو مالکیت اراضی مواد شهری 5/4/58. 2. قانون اراضی شهری 27/12/60. 3. قانون زمین شهری 22/6/66. عزیزان قانون زمین شهری 2 تا آیین‌نامه داره. یک آیین‌نامه‌اش 16/4/1367، یک آیین‌نامه‌اش 31/3/1371. لغو مالکیت اراضی مواد شهری که تا 26/12/1360 ما مرجع تشخیصی نداریم، یعنی دولت با تملک مواد را متعلق و از آن خودش میکرد. اگه گفتید استاد این کجا به دردمون میخوره؟ در استناد به سازمان نقشه سازمان جغرافیایی کشور 15/12/70 که اومد گفت هر کی ما مواد کردیم اگه رفتی عوضش هم کردی به قیمت منطقه‌ای میدهیم. اونجا این مسبب در خصوص قانون اراضی شهری و زمین شهری است، چون میگه تشخیص شده باشد. در اراضی مواد شهری تشخیصی نداریم، تملکیه، تملک کردی. پس یعنی چی؟ یعنی شما میتوانی قیمت روز اخذ کنی. اونجا میاد میگه آقا من به تو 2 میلیون میدم، دانشگاه پردیس 2 میلیون 600,000 تومان آخر رئیس صادر کرد. اینجا میگه آقا لغو مالکیت مواد شهری تملکی تشخیصی نیست. ما اراضی مواد شهری برگه داریم که طبق این برگه یه هیئت 3 نفره میومده مواد تشخیص میداده. این آقای مفاخری عزیز انقدر زحمت ما رو کشیدن که گفتم اگه بچه‌های عزیز شما ایدم از ما خوشتون نیاد، خرجی که کرده از بینش رفته. دیگه وقتش بقیهش با خودتونه. من همشون رو دوست دارم و خاک پاشونم. امیدوارم که تا این لحظه تونسته باشم توی بحث اول عزیزانم رو بیارم. بله. اراضی بالا بعد شطرنج که بازی قشنگیه، به نظر من بازی اراضی و قانونهایی که ایران وجود داره بالاترین مباحثشه. احسن. پس ما عزیزان توی اراضی شهری یک هیئت داشت، یه قاضی، یکی از وزارت مسکن و شهرسازی، یکی از شهرداری. به این میگن ماده 12 قانونی. چرا؟ چون ماده 12 زمین شهری میگه 3 نماینده از زمین شهری.
بارکالله. اونجا یه هیئت بود، اون هیئت رسیدگی میکرد. اینجا نه، اینجا میاد میگه آقا ستاشو میاد به 4 میاد میگه مواته. خب مواته میگه آقا تو 3 ماه وقت